سلام، امیدوارم خوب، صحت و سلامت هستید و امروز میخواهم برای شما داستانی سیزیف را گویم که چقدر در روند زندگی خود بی‌معنایی را تجربه کرد و امروز آن بی‌معنایی که سیزیف تجربه کرد برای ما به نهایت درسی بزرگ است. سیزیف شاهینان قدیم بود که مکارترین مردم حسابیده میشد. روز او خدایان را خفه کرد و در عوض او به او جزا داده شد. به او لازم آمد تا همیشه یک سنگ عظیم را به کنار کوه تله دهد، تنها برای آن که هر دفع قریب به قله میبراید سنگ دوباره به پایان میچرخد. همین طرف سیزیف هر روز بیفایده بودن کارش را میدانست. سنگ را گشته و برگشته به بالا تله میداد. این روندی دردناک تا ابد تکرار می شود و هیچ نیرنگ به او کمک کردن نمی توانست که از این جزا رها یابد. حوث سیزیف رمز کوشش های بی‌معنی و بیهوده مبارزه بری بی پایان و ثباتکاری در برابر دشواری های بی انتها گردید. در نهایت کار به ما خاطر رسان می کند که نه بیشتر رسیدن به مقصد بلکه پروسس مبارزه و ثباتکاری مهم است. یعنی در اینجا داستان سیزیف برای ما معین می کند که بعضا ما در زندگی آنچنان کارهای بی‌معنا و به هدف انجام میدیم، نداشتن مقصد و معنای زندگی چقدر زندگی رو کلاً بی‌معنا می کند. شاید هم در کل فکر کنید که بعد از مرگ سیزیف این داستان خاتمه یافت و برای برداشتن آن سنگ که هر روز به بالای کوه و او باز دوباره به پایان می افتاد بی‌معنا بود، شما کلاً خطا می کنید، زیرا از آنجا بود که بی‌معنا بودن شروع شد. و شما به اطراف خود بنگرید، امروزها چقدر سیزیف های زیاد در اطراف خود می بینید. سیزیف هایی که حتی هر روز از برداشتن آن سنگ و بردن به بالای آن کوه خبر ندارند.